سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 15 مارت تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه هلاکت 4 کارمند تشکیلات اکولوژی برگ سبز در یک صدمه مرگبار در درواز، طلب استعفای رهبریت برق تاجیک و وزارت انرژتیکا برای بی‌برقی، وعده نو عفو محبوسان بدخشانی در عید نوروز، ملاقات امیرجان خالقوف و دیگر جنگجویان داعش در خانه امان الله در استانبول. و اکنون تفصیلات خبرها. دست کم 2 ساکن نویه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان که خویشاوندانشان در رابطه با حادثه ماه سال 2022 محکوم به زندان شدند به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که در مورد رهایی نزدیکانشان از مقامات وعده نو گرفتند. به آنها وعده دادند که 10 محبوس بدخشانی را در عید نوروز از محبس ها سر می دهند. یکی از همصحبتان بامداد گفت در حقیقت پیش از سال نو 2024 بیش از 40 نفر را روی خط کرده بودند که در بین آنها پسر من هم بود. اون وقت گفته بودند که تا سال نو جواب می دهیم. ما خیلی امیدوار شده بودیم، ولی اون وقت این کار به کدام سبب عملی نشد. حالا وعده دادند که در نوروز حتما جواب می دهیم. همصحبت دوم ما که برادرزاده‌اش در محبس بوده است گفت از جان شنیده است که گویا ماموریت محبس با آنها درباره بزودی آزاد شدنشان صحبت کردند و نصیحت کردند که دیگر به ضد دولت یگان گپ نزنند و در یگان اعتراض اشتراک نکنند. در عرفه سال نو داداجان توغلویف، ژورنالیست و سیاستمدار مخالف تاجیک مقیم شهر برلین، درباره از زندان‌های خوجند و دوشنبه آزاد شدن بیش از 50 محبوس زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد و سپس در صحیفه‌اش در فیسبوک رویخط 42 ساکنان نویه روشن را نشر کرد و گفت که این رویخط هنوز ناتمام بدخشانی‌ها است که از زندان آزاد شدند. بعداً معلوم شد که این تنها رویخط روشنی‌ها است که برای آزاد کردن از محبس‌ها آماده کردند، اما در نهایت آزادی آنها و دیگر محبوسان بدخشانی به دلایل نامعلوم عملی نشد و به عقب انداخته شد. در رویخط نشر شده نام‌های لیدرهای غیر رسمی روشن از جمله گنرال خولباش خولباشف، همسر سابق او الفتخان محمدشاه و دیده نمیشد. مقامات تاجیکستان تا حال سر و صداها درباره آمادگی به رهایی 10 محبوس بدخشانی را یگان شرح ندادند، اما برخی منابع میگویند به احتمال غالب قرار آزاد کردن این محبوسان در نتیجه فشار جامعه بین المللی و مذاکرات و شاید معامله‌های بین مقامات تاجیکستان و ساختارهای شاهزاده کریم آقاخان چهارم، پیشوای مذهب اسماعیلی‌های ساکنان بدخشان صورت گرفته باشد. مقامات ترکیه از تفصیلات تازه حادثه حمله به یک کلیسا در شهر استانبول این کشور که یک حمله‌گر آن شهروند تاجیکستان به نام امیرجان خالقوف گفته میشد خبر دادند. رسانه‌های ترکیه به نقل از مقامات کشورشان میگویند تفتیشات درباره این حادثه معلوم کرد که تقریبا 3 هفته پیش از عملیات 2 حمله‌گر کلیسا از استانبول با ماشین به کیسری رفته در جلسه داعش شرکت کردند. مقامات این کشور گفتند نوارهای نظارتی حضور 7 عضو داعش از جمله 2 حمله‌گر را که در کیسری در یک مهمانخانه ثبت شده است به دست آوردند. طبق اطلاع به دست آمده گمانبران با نفر با نام امان الله حاجی، با نام مستواری عبدالله که در نویه کیسری زندگی میکرد در تماس بودند. 7 نفر با شمول 2 حمله‌گر کلیسا، داوود تندوی و امیرجان خالقوف که روز 5 ینور با ماشین‌های جداگانه از استانبول برآمده بودند با گمانبر با نام عبدالعزیز عبداللهیف ملاقات کردند. آمده است در خبر گفته می شود این 7 نفر روز 6 ینور در یک مهمانخانه در کیسری جمع شدند. مقامات تفتیشاتی این پرونده می گویند معین شد که آنها در منزل گمانبر امان الله حاجی با نام مستواری عبدالله در همین نوعیه جلسه تشکیل کردند. داستان ترکیه می گوید این 7 نفر که در عضویت به داعش گمانبرند در تعرضه حمله روز 28 ینور سال 2024 به کلیسای سانتا ماریا دست دارند. به گفته داستان این 7 نفر در همان مهمانخانه کیسری که روز 6 ینور جمع آمده بودند نقشه حمله را کشیدند و 8 ینور به استانبول برگشتند. گفته می شود در چارچوب تفتیشات که دادستانی کل استانبول در رابطه با این حمله انجام داده است
51 گمانبر از جمله 2 گمانبری حمله و 1 نفر دیگر با نام آدم حمیرزایف، نام مستعاریش آدم ابودرور اششونی که از تصمیم گیران بوده و دستور این حمله را داده است دستگیر شدند. یادآور می‌شویم روز 28 ژانویه سال 2024 به کلیسای تاریخی سانتا ماریا در استانبول حمله مسلحانه صورت گرفت که در نتیجه 1 نفر با نام تونسیر مراد جهان 52 ساله جان باخت. وزیر کارهای داخلی ترکیه علی ارلیکای فردای روز حادثه اعلام کرده بود که پلیس استانبول 2 حمله‌گر را دستگیر کرد. یادآور می‌شویم که اشتراک شهروندان تاجیکستان در حمله به کلیسای استانبول باعث شد که از آن به بعد مقامات ترکیه با وجود نظام بدون روادید در راه سفر شهروندان تاجیکستان به این کشور محدودیت‌های سخت ایجاد کنند. شهروندان تاجیکستان از آن شکایت دارند که آنها را بدون داشتن چپتای بازگشت و نشان دادن مبلغ کافی برای تامین بود و باششان در ترکیه به این کشور را نمی‌دهند و بسیاری از مسافران تاجیک را از فرودگاه‌ها پس می‌گردانند. روزهای اخیر اروین گوجرال مدیر کل جمعیت شبکه‌های تقسیمات نیروی برق در تاجیکستان به یک قهرمان منفی و مورد تنقیدهای تند و حتی دشنام و مسخره قرار گرفته است. یک مایه ناروزگی مردم این است که در بسیار منطقه‌های تاجیکستان حتی همان لیمیت 8 ساعته در ماه رمضان جاری کرده گوجرال رعایت نمی‌شود. مردم ناراضی از بی‌برقی در سراسر تاجیکستان حاکم شده همه قهر و غضب خود را بالای سر گوجرال فرو می‌ریزند و در این زمان از آن اظهار حیرت می‌کنند که کی و چگونه نه فقط یک گوجرال بلکه یک باره 4 رهبر بلندپایه سوای برق تاجیکستان را از هندوستان آورده به چنین منصب‌های بلند تعیین کردند. بنا به اطلاع رسمی نشر شده در گوشه رهبریت در سامانه رسمی شبکه‌های تقسیمات برق همه 4 رهبر این کارخانه از هندوستانند. اروین گوجرال دیرکتور گنرالی، پاندی میخاندرا کومار دیرکتور دپارتمنت تکنیکی، امید گوپتا دیرکتور دپارتمنت فروش و مارکتینگ و شیز دخارم چاند دیرکتور دپارتمنت رشد شبکه‌های برق. در همین حال نعمت الله میر سعیدوف ژورنالیست شناخته و سابقه دار تاجیک روز 15 مارس سال 2024 در یک مطلب در صفحه‌اش در فیسبوک مسئله استعفای رهبریت برق تاجیک و وزارت انرژتیک تاجیکستان را برداشت و نوشت آنهایی که اقتصاد کشور را به چنین حال تباه بی‌برقی رساندند معین کرده شده به جوابگری جنایی هم کشانده شوند. نعمت الله میرسیدوف نوشت در دولت‌های اروپا برای یک فلاکت وزیران خود به استعفا می‌روند. در روسیه و همسایه کشورها حتی برای صدمه‌ای که باعث ضرر زیاد اقتصادی می‌گردد از کار می‌گیرند. باید رهبریت برق تاجیکستان و وزارت انرژتیک پرره از کار گرفته شود. آنهایی که گناهکار به همین حالت آوردن خواجگی خلق هستند باید معین گردند و به جوابگری جنایی کشیده شوند. ما نمی‌دانیم که کشور از همین حالت بی‌برقی چقدر ضرر مادی دیده است. از ضرر منفی که برای مردم رسانده شد حرفی هم نمیگوییم. طلب استعفای رهبران سوای انرژتیک تاجیکستان در حالی است که پای نامبارک لیمیت برق بعد ماه‌های تخت در منطقه‌های دیوت تاجیکستان در نیمه دوم ماه فوریه به شهرها از جمله به پایتخت شهر دوشنبه نیز رسید و روزهای هم بود که مردم ساعت‌ها در بناهای بتونی بدون هم برق و هم آب و هم گرمی ماندند. اروین گوجرال اخیراً امر داد که در ماه رمضان مردم را 4 ساعت صبح و 4 ساعت شام با برق تامین کنند، ولی شکایت‌های زیاد به دست می‌رسد که حتی همین لیمیت شدید هم در بسیار منطقه‌ها پر رعایت نمی‌شود. مقامات سوای انرژتیک تا کنون یگان شرح قانع کننده درباره سبب چنین کمبود شدید برق در کشور ارائه نکردند و اما مخالفین دایره‌های فسادزده حکومت را به فروش بی‌انصافانه نیروی برق به خارج و اساساً به افغانستان تحت سلطه طالبان عیبدار می‌کنند و می‌گویند همه پول این برق به طور پنهانی فروخته شده به جای به چند نفر علایده می‌رود. مخالفین برای اینکه سبب بی‌برقی در کشور و به 3 میلیارد دلار رسیدن قرض شرکت برق تاجیک نیز پنهانی و بدون ثبت در یگان جا به خارج فروختن میلیون‌ها کیلووات برق است. بنا به امور رسمی تاجیکستان سال 2023 به خارج در حجم 12.6 میلیون کیلووات نیروی برق فروخته است، ولی این تنها برقی است که رسما فروخته شده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم.
در تاجیکستان سالهای آخر شمار اتومبیل‌ها به طور نظررس افزایش یافته است. طبق معلومات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تا 1 مارس سال 2024 در جمهوری 666,074 واسطه نقلیات اتومبیلی سبکرو بار کشف مسافربر به قید گرفته شده است. یک سال پیش این رقم به 601,136 برابر بود. یعنی در یک سال آخر شمار اتومبیل‌ها در تاجیکستان قریب 65,000 عدد یا نزدیک 12% افزوده است. عین زمان در کشور 562,000 ماشین سبکرو به قید گرفته شده است. سال 1991 در قلمرو تاجیکستان همگی 216,000 ماشین خصوصی سبکرو به قید گرفته شده بود. تا 1 مارس سال 2023 در جمهوری 51,781 ماشین بارکش، 16,491 ماشین مسافربر، 524,045 عدد اتومبیل سبکرو، 4,419 پریتسپ به قید گرفته شده است. یادآور می‌شویم که واردات واسطه‌های نقلیات اتومبیلی که تا سال 2013 استحصال شدند طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 آگوست سال 2023 تحت رقم 355 منع کرده شده است. به تاجیکستان وارد کردن ماشین‌های برقی نیز می‌افزاید. سال 2023 تقریباً 1,500 ماشین‌های برقی وارد کرده شدند. منبع جمهوری نیت دارد که حصه ماشین‌های برقی را 30% افزایش دهد. چون این تدبیرها در دایره برنامه رشد نقلیات برقی برای سالهای 2023-2026 به نقشه گرفته شدند که لایحه آن از جانب وزارت نقلیات تهیه و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 اکتبر سال 2022 تحت رقم 532 تصدیق گردیده است. سال 2022 به کودکس انداز جمهوری تاجیکستان تغییرات وارد کرده شد که بر اساس آن واردات نقلیات برقی به کشور تا 10 سال آینده بدون باج گمرکی صورت گرفته. اینچنین آزاد کردن ماشین‌های برقی را از انداز و اکسیزها پیش بینی می‌کند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 14 مارس سال 2024 تقریباً ساعت 12:30 در کیلومتر 308 شورای دوشنبه کولوب قلعه خم خورخ قلمه در حدود جماعت دهات نولوند نویه درواز راننده ماشین جیپ تمغه تویوتا لند کروزر عبدالمومنوف عبیدالله سال تولدش 1987 ساکن نویه دنغره که از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر خورخ حرکت میکرد از حوده دوره ماشین نبرآمده است و به سمت مقابل رو برآمده به قسم پیش طرف چپ ماشین بارکش تمغه شکمن تحت اداره راننده غلام علیوف نظری سال تولدش 1966 ساکن نویه شغنان که از سمت نویه مرغاب به سمت شهر دوشنبه حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا لند کروزر و مسافران آن علی نظروف میسر سال تولدش 1995 ساکن شهر خورخ، تقای مرادوف دلاور سال تولدش 1974 ساکن شهر دوشنبه، مظفر شایف امام نظر سال تولدش 1991 ساکن نویه شغنان جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافر دیگر این ماشین جمایف جانبک سال تولدش 1983 ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. وزارت کارهای داخلی گفت اوید این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در همین حال در تشکیلات جمعیت برگ سبز گفتند که راننده و مسافران این ماشین جیپ کارمندان همین سازمان اکولوژی بوده که با سفر خدمتی برای راه اندازی یک لایحه مربوط به محیط زیست به خورخ سفر داشتند. به گفته همکارانشان ماشین کارمندان برگ سبز در موضع جماعت نولوند دچار صدمه شده است. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راههای جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده، 1179 کس دیگر مجروح شدند. راههای خراب و ولنگار، سرعت بلند، رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های عمده صدمه‌های مرگبار در راههای تاجیکستان نام برده می‌شود. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 15 مارس سال 2024 با نشر یک هشدار با تکیه به معلومات هواشناسان ساکنان و مهمانان جمهوری را خبردار کرد که دست کم تا 18 مارس سال 2024 در نویه‌های کوهستان توبه مرکز، راه‌های دوشنبه خوجند و نویه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرو ریختن ترمه‌ها بلند باقی بماند. بنا به اطلاع این نهاد صبح 14 مارس تقریباً ساعت 9:54 در کیلومترهای 79 و 81 راه دوشنبه خوجند در درآمدگاه
نقب استقلال در حدود ناحیه حینی ولایت سوخت دو ترمه عظیم فرآمده باعث موقتا قطع شدن حرکت نقلیات سم شد. به جای حادثه 3 تکنیکای مخصوص شرکت آیرس فرستاده شدند. رفع عاقبت‌های ترمه تا بیگاه طول کشید و ساعت 17:20 دقیقه بر روی نقلیات اجازه داده شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده در هشدارش گفت به دلیل بارشات همچنین آبشوی برف‌ها خطر فرو ریختن ترمه‌ها و سنگریز در راه‌های دوشنبه خوجند چنوق، دوشنبه رشت لخش، دوشنبه سنگوار کولوب درواز ونج خوروغ اشکوشم و خوروغ مرغاب بلند باقی میماند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از رانندگان خواسته است که پیش از به سفر برآمدن درباره وضع راه‌ها معلومات مفصل به دست آورده ماشین‌های خود را با تجهیزات لازمی تامین کنند. قاعده‌های حرکت راه را رعایت کرده هنگام عبور از منطقه‌های ترمخیز فاصله بین ماشین‌ها را قطعاً رعایت کنند. از همچنان خواسته شده است که در صورت دچار شدن به حالت‌های فوق‌العاده به این رقم‌ها به کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر بدهند: 112 و یا 992 93 880 2819. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.